اگه یه عکس این شکلی دارین میخواین کل پس زمینه هاشو با جزئیات کامل حذف بکنید و یه عکس این شکلی تحویل بگیرید، تا پایان این ویدیو رو با دقت ببینید. سلام، اپلیکیشنی که میخوام بهت معرفی بکنم اسمش هست پیکسل کات. برنامه پیکسل کات رو اجرا میکنیم، میریم تو قسمت ریموو بک‌گراند. ما میخوام یه عکسی که دیتیل زیادی داره رو براتون وارد بکنیم و ببینید که چقدر خوب این زمینه ها رو حذف میکنه. میرین تو گالریتون، عکسی که مد نظرتون هست و میخواین زمینه‌ش رو حذف بکنید وارد میکنید. ما این عکس رو وارد میکنیم. همونجور که میبینید عکس خیلی هم بک‌گراندش جزئیات زیادی داره. یه نکته‌ای که داره اینه حتما باید به اینترنت وصل باشید و یه وی پی ان خوب هم باید اجرا بکنید. ببینید خیلی عالی کل پس زمینه رو حذف کرد و فقط تنها عکس اون گلی که ما توی وسط تصویر بود رو برای ما نگه داشت. به همین خوبی میتونه زمینه تصویراتون رو حذف بکنه. حالا شما برای ذخیره کردنش میرید تو قسمت این بالا فلش آبیه رو میزنید و در نهایت گزینه سیو رو میزنید. به همین زیبایی. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. ویدیوهای ما رو حتما برای دوستانتون هم بفرستید که اونا هم از این آموزش ها استفاده بکنن. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. زنگوله بالای پیجم بزنید تا ویدیوهای جدیدی که میذاریم بهتون اطلاع رسانی بشه. خدایا رو نگهدارتون.